ابو هریره وقتی اسلام آورده مادرشون نصیحت میکردن. مادرشون در اهل شرک بود. گاها مادرشون خیلی سخن قبیح و زشت نسبت رسول الله زدن. ابو هریره که رسول خدا را ای جانشان زیادتر دوست می‌داشتند، در برابر سخن که مادر گوینده بود گپی زیادی زدن نتونست که مادر بود. اما بسیار و از بینش غلطید این سخن قبیح. با اشک دیده و گریه و ناله نزد رسول الله آمدند. پیغمبر بزرگوار احوال پرغم و اندوه او را دیدن، گفتند ابو هریره چرا یک گریه و ناله داری؟ غم فراد گرفته است. گویا رسول الله سخن بدی از جانب مادرم برآمد. اگر غیر مادرم دیگر کس میشد من جوابش داده میتونستم. چه افسوس که این مادر من است. نسبت شما گفتم بسیار سخن قبیح گفتن. دیگر صبر و طاقتم خیلی هم لبریز شد و نزد شما برای آرام شدن آمدم. یک خواهش دارم در حق مادر من مخصوص دستا رو بردارین دعا کنین که خدا هدایتش کنه. رسول الله میگه دستا رو برداشتن، در دعا حتی قید کردن که بار الها مادر ابو هریره را هدایت بکن. از نزد رسول الله را رفتن، خواستن خانه دراین در نکشادن، اما صدای غسل میبرآمد. مادر میگه منتظر باش. وقتی غسل کردن داره کشادن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خدمت فرزند به مادر. یعنی برادرای گرامی چیزهایی میشنویم کدام شما مادر داریم بالا رفته شده اونها رو فهموندن که شریعت ما همین است. بعضی از مادرای هست که باور کنین حتی فرزندان رسول الله از همسراشون جدا کردن نمیتونن. بار یک نکاح یک کمپیر شاید 70-80 ساله رو ما سوال کردیم. وقتی اصلا در عقد نکاح بسیار دست درازی کرد، این آب از رمضان این خطی نکاح کنه بین عید ممکن نیست. یک خرافات و نافهمی که امروز تا به حال در ما هست. خودی تعدادی که پیامبر صلی الله علیه و ازدواج کردن، هر یک زن رسول خدا به یک حکمت ازدواج شده است. مثلا زینب وقتی که گرفتن به خاطر پسرخانه از بین برو بچه خانه، اکه خانه، دودر خانه. ولی بعضیا هست که زناشون با یک مرد بیگانه گپ میزنه، در ماشینش میشینه میره و تنها این میگه وای دودر خون شد. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی زینب گرفتن همه قاعده نادرکار از بین رفت. عایشه مادر در ماه شوال گرفتن خاطری که انا همین عملی بد از بین برود که بین دو عید نکاح درست نیست. همین رمضان تموم میشه ماه شوال میداره. در ماه شوال حضرت عایشه مادر، حتی حضرت عایشه مادر گفتن بهترین و پربرکتترین نکاح من است که در ماه شوال برای همین عادت بد از بین رفتن نکاح شدم. مادراتون هر چیزی که هست رسونیم. من سوال کردم که فاطمه با رسول الله چی میشود؟ میگه که همسرش میشود. این نافهمی البته از اون که شما شنیدید مادراتون نگفتید. ببین ابو هریره چقدر نسبت مادر غمخوار بودن. نمیخواستن که خود در جنت باشه مادر در دوزخ باشه. وقتی این صدای کلمه شهادت شنیدن با آن قدر خوشحالی دوباره به نزد رسول الله گشتن. گفتن یا رسول الله دعای مبارک شما به اجابت رسید. مادر من امروز کلمه زیبای شهادت میگوید. خواهش دارم دعا بکن که در قلب تمام مسلمانان محبت من و مادرم جای بگیرد. حضرت دعا را کردن. بعضی از گروه نافهم غلط فهم اگر حضرت ابو هریره نسبتش سخن قبیح نگوید، این دعای رسول الله در قلب همه ما و شما جای گرفته است که ابو هریره را ندیدیم دوستش می‌داریم. نقل بکند که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک مرد آمد و سوال کرد. یا رسول الله قلب من زنگ زده، همه دلم سخت شده گه. با اون درجه را سخت دل شدم، سنگ دل شدم که به کسی رحم ندارم. چون این سنگ دل‌ها امروز بسیار است. رحم به مسلمان ندارد. در خانهش پول دارد، همه شرایط دارد، حتی به فرزند پدرش رحم ندارد. ولی بیگانه یک طرف بیستد. یک خراجات یک روزی ماشین سواری $100 بیستد، فرزند پدرش بیچاره یک خوابچه‌ار در خانهش دارد. بار خبر نمیگیره که یک خوابچه‌ار داشتیم که از یک مادر به دنیا آمدیم، 2-2.5 سال از یک مادر پیستان و شیر خوردیم، در خانه یک پدر مادر به وای رساندیم. امروز امتحان الهی است که من بای کرده او رو کم بغل کرده.
چیزی که واقعیت است، چیزی که واقعیت است. پس چی در نماز میخوادیم، جوان پرسید که برادر گرامی زکات ما به برادر میتون قبول نمیکند. و گفتم برادرت از همه طایفات مصارف زکات هست، کمبغل، فقیر، مسکین، قرضدار، او پول نداره، به نزدیکی بیمار شد، در بیمارخانه پول نیافت که توابت کنه، دارو خرده در اوجا مثلا معالجه شود. امروز زکات ما برادر میتونه بگیره. گفتم که برای چی نمیگیره؟ وقتی که او شرایط نداشته باشد، کمبغل باشد، محتاج باشد، سببی نگرفتن شاید یک سبب داشتگیش. گفت سبب بشه اینه که در وقتی که بیمار خواهند غلطید ما یاردمش نکردم. امروز قهر کرده که تو نامرد، از یک مادر به دنیا آمدیم، از یک پستان مادر شیر خوردیم، زیر یک کرپه ما و شما کلان شدیم، سر یک دسترخوان طعام خوردیم، امروز همه دنیا ما او را جدا کرد. ممکن من در احیاگری در یعنیمت سمه مردم این پل چیکار میکردید دیگر؟ گفتم خوب بود میکنم. تو امروز پول داری تا نشان بدی برای برادر خودت. شاید با مادر خودش نمیکنه. جنازه یک دو ماه پیشتر شد در همین نزدیکای خود ما که با مرور حیات زندگیش موسفید کور میشود. بعد از کور شدنش دیگه بسیار همین کوری چشم به سر ضرر میکنند. طبیبا همین شش بار از کاسخانه سر میگیرند. 9 پسر داره، 2 دختر داره. پسرش نگاهش نمیکنه. یک قسمتش در روسیه، یک تاشون خوب هر ماه ماهانه میتونن که پدر ما رو نگاه کنه. 2 ماه ماهانه رو در میکنن، این فرزند پدر رو نگاه نمیکنن. دختر میدکی دستوش دستک بگیره پیرچتکی، وقتی که این در جاگش نجاست میکنه پدر رو میشوه، شرمگاهش میشوه، همش مثلا لباساش آمده از یک کمپیر همسایه سوال میکنه که خاله جان شما از ما کلانین. اگه خیلی فرزندای پدر برادران نگاش نمیکنن، اوی مثلا جاگش نجاست میکنند، این بوی بد میکند، گاه رفیقاش بیاید اگر من اینا نشوم چی میشود؟ خیر من شرمگاهش میبینم، اوی من گناهگار بشم. بعضی از نامردای ما اگر همسرشون دختر تولد کرده قطعش گپ نمیزدن. ببین دختره از هزار همه خیلی نامردی مرده که بچه را این دختر بالاش خیلی هم قدر دارد نزد خدا که بیچاره با میترسه که نزد خدا گناهگار نشم. بعدی مرگش آمدن، پول یافتن آمدن ای رسیه، چی در کاره در زندگیش می آمده. اما اگر یک بار شما نگاه کنید در همون روسیه خوگی عروس نگاه میکند، نجاست عروس تازه میکند تا اینکه در اوج پول گیرد. نمیده آی نیک پدرت در حیات زندگی بگیری که سعادت دنیا آخرت نصیب بگردد. بیرحمی نیست، سنگدلی نیست. امروز رحم به کسی ندارند دیگر. لیکن اصحاب پیغمبر ای چی میپرسیدن؟ از تیاق حضرت موسی نمیپرسیدن که در کجای تیاق حضرت موسی؟ از این سوال هایی که به کسی در کار نیست سوال، بلکه میموند از خود چون میپرسیدن. یک رسول الله زنگ زده قلبو چی دارو دارد؟ یگان اسباب های زمانه ولی که به این درجه نرسیده که ببینید کینه و عداوت در قلب تو تشخیص میکنن. همین قلب تو ببیند و بگو که تو نسبت فلانچه در قلبت بدی داری، غیر بد میبینی، یا حسد داری یا بخیلی داری. ولی چونی اسباب نرآمده است. توابت این دوای این در داروخانه فروخته نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این اردت ان یلین قلبک، اگر تو بخواهی خواستار آن باشی که قلب تو ملایم شود، داروش چی است؟ فاطعم المسکین، با گرسنه ها و مسکین ها طعام بده. یا بر مردی کار بازار رو بین خدا دادتون الحمدلله. روزی اول ابتدای آمدن تون فکر کنین همه ما نمی بودیم. آرزو داشتیم که در دوشنبه یک خوابگاه داشته باشیم. امروز الله شما را چنین یک شلاق شرایط داده. فراموش نکن همه خدای نداده بود، نداد با میتونه این را بگیره با هیچی شده است. این الله خدا این قدرت دارد. یک بار روین هفته یک بار همون 20 آشی که میخری برادر تخمی بودن قطعی ایو طرفش یک بوینه و یک مردکار باشه، نه خچیش چای خورده صحبت کرده باشی از احوال زندگی برادری مسلمانات با خبر شد، قلبت ملایم می شود. حتی در روایت دیگه من تدرک حاجتو، حتی دعای اکثر خداوند قبول میکنند. همین حالت است که حاجتات همش برآورده بشود. هر چی که میخوای الان بخوا خدا تو را میده. سخن رسول الله پیغمبر دروغ نمیگه.
یک فولبین دو باور میکنه نه همسایه فولبین دو رئیسه از 50 کیلومتر پیش ساعت 3 شب برا حیاتش تهجد خوردگی نیست. بعضی مردک زنش نمیدون در ساعت 3 در گیجو در خونی فولبین های درک نداره ای خوب میخزنش کارش کرده اومدگی های لیکن نبیری خیچه همه اگر از راه کلون تا خونش حساب کنی 50 متر نیست. نبیری خیچه در راه کلون ماشین میزنه این فولبین نبیری خیچه نمیدونه در مسافه 50 متر چی هلاکت گرفتار میشه. تو باوی باور داری 50 100 متر که حیاتی تو رو میدونه. فاطعم المسکین مسکینان را طعام بدین. از طعام دادن نترسید. این صفتی بهترین مسلمان است. حتی در حدیث بخاری رسول الله فرموده ای اسلام خیر. صفات یا علامات یا رفتار یا مسلمان بهترین کیست؟ پیامبر چی گفت؟ تطعم الطعام. طعام میتیان مسلمان بهترین هرگز میفهمی بخیل نیست نمیترسد از طعام دادن. اون نگاه نمیکنه که هم یک طرف شو استاد برو با یگونی ششلی خوجندی بکنه خودش تو یعنی از طعام دادن مردم نمیترسد. چه خیلی که کلانای ما هم که بودن همتون هم در موسفیدو یک موسفید در یک خانه سرداری اویله بود مادر شاید بیبیای شما تو حاضر بزرگ دیگه نباشن در همین یک حولی یک خانه کردنی میشد. اول مهمانخانه میکرد در پیش مهمانخانه همه شرایط چه میکرد دسترخوان همه وقت در مهمانخانه بود و جدا نمیکرد این مسافر این مهمان این غریب ما میشناسم یا نمیشناسم در این خانه میاد اومد طعامشو میخوره شکمشو سر میکرد نمازکشو میخوام برام رفتن میگیری. نیکی امروز خدا شرایطی دوده اگر یگون خیش تبار تلفن کنه فرانچه ما اومده سم تقاید میشم یا اماکیت میشم هزار بهانه بکنه ولی نه یا که ما کجا رفتیسم و فلان جو رفتیسم یا تلفنشو میبینه نمی برداره با پرندسه ازش میکنه یکی خونه نیایا هش در خونه داره بشوره نکی از طعام دادن خیش تباری خودش ترس خوف داره. برادر گرامی انا همین دلالت و علامت زنگی قلب توست. سنگ شدن قلب تو که دیگه رحم به خیش تباری خودت نداری. حال رسول الله شرط گذاشتن. حدیث امام بخاری انس بن مالک روایت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که من احب ایوب له فی رزقه و ینسع له فی اثره فلیصل رحمه او کما قال رسول علیه الصلاه و السلام. هر کسی دوست می‌دارد که الله رزق فراوان حلال پربرکت بگرداند برای او ثروتمندش کند بایش گرداند و خداوند برای عمری با برکت بتید چیکار کند با خیش تبارش رفت آمد چه مستحکم کند همه کار خلاص. داروی اول برای زنگ دل ما را از بین بردن طعام دادن فقیران و مسکینان و بیچارگان است. یک خوابچه آرد 5 لیتر روغن 5 کیلو شکر خب اگر شرایط باشه 2-3 کیلو گوشت حساب کنین خونه یک کم بغل دو بریم بودین شاید بعضی ما و شما رو فقط یک اسکندر دو یا پیمیروید خوردن مونده برابر شد. یک طعام من برابر یک ماه خوراک یک کم برابر. دویمش رسول الله صلی الله علیه و سلم چون وامسح رأس الیتیم یتیم را سرش را سیله بکن یا که دست را بر بالای سر یتیم بمال همچون نوازش مهربانی. خیلی بچه تا دوست داری میکنه که انا یتیم دوست داری. برادران گرامی برای سرپرستی یتیم این نیست که یک سال یک بار یگون اید چه و با 4-5 یتیم رو بگیریم کستون برو پوشونه بگو خدنش کنه بگیم ما سرپرست یتیم شدیم. نه سرپرست یتیم این است که تا بلاغتش یه یتیم میگیری مانند فرزندت کلان میکنی. یتیم پدر مرده به بلاغت نرسیده رو میگه 5 سال اگر کلانش کنی مثال بگیریم هر سال $1000 هم خراجات کنی $5000 زمین جنت ارزون نیست. در تاجیکستان یک زمین $10,000 بوده از او بالاترش $1,000,000 بوده. جنت با همسایه پیامبر صلی الله علیه و سلم شدن این خیلی قیمت دارد که رسول الله گفتن انا و کافل الیتیم فی الجنه کهاتین. امام مسلم در روایت بشود که من با همراهی شخصی که سرپرست یتیم است انا همه خیلی مانند 2 انگوش در جنت بگردیم. خیلی که با هم دیگر همسایه هر بگم میبرای میبینه چای میخوره خدا نصیب بود کنه در جنت همسایه رسول الله تو چایکش پیغمبر خدا میشی نزد رسول الله میشینه تا باشی چای میخوری صحبت میکنی هر سحر رو بگه رسول خدا رو میبینی. کافل یتیم کسی که یتیم سرپرستی میکنه. خوب درباره کفالت یتیم شاید بسیار شنیدیم خدا نصیب بکند و عمل کردن نصیب گرداند. فقط یک قصه میکنیم خیلی هم طولانی شد. در عراق روایت میشه که یک سید گفتنی به نام یک مرد
رانندگی میکرد، مسافرکش بود، تاکسیس به اصطلاح زمان. عادتا همین مسافرکشان قدر پولی زیاد ندارن، همین روز جمع میکنن، شاید بعضش بیچاره از بالون فروشاش قرض داره، بعضش از کدوم سوزشواری فروشاش قرض داره که همه خیر نسه گرفته زندگیش رفته است. این تاکسیست هم هر بگاه می آمده همسرش پولش میگرفته کیسش جمع میکرده، یک قسمت چی میداده، قسمت جمع میکرده که شوهرجان نیست. سبب زندگی ما همین مسافر برو مسافر کشی است. این بالون ها رزینای ماشین و چرخات یعنی ویران شده است، خراب شده، این زمستان نزدیک شد، بیا همینا رو عوض کنیم. ما جمع کردن میگیرم پلی 4 بالون کشیده دست، پلی 4 بالون میشه دستش میتیم. مرد از دنیا گذشته 3 سال زیاد شده، زن با همراهی 3 یتیم باقی مانده است. خلاصه بعد این 3 سال دیگه همه خیش تبارم پراکنده شدن، همه اگر برادر بگذرد 1 سال 2 سال نگاه میکنیم اندامان خلاص دیگه خلاص نمیدونم اگه در کجا میگردن، جنها در کجا میگردن. بعضی با به مثلا تقواش و خدا ناترسش خانه را دست ینگ میزنه میگیرن. ببینید بعضیش هست امروز که برادر از دنیا میگذرد حق حلالی ینگش با فرزندایش زده میگیرن. این حرام است. رسول الله گفتن من در معراج گروهی را دیدم که شکمشان کلان به مانند خانه، از بیرون میبینید داخلی این شکم پر از لخچه های آتش دوزخ است. گفتم ای جبرائیل این چی گناه داشت؟ گفت این در دنیا حق صغیر و یتیم میخورد. 3 روز گرسنه و تشنه، میگه مادر جان دیگه طاقت ندارم. چیزی بود از پدر ما خدا رحمتش کنه میراث خوردیم، نه تقایم و نه امکیم به یک رو و یگون جوبی و یگون بردونا خورم که این شب دیگه ما طاقت خواب رفتن نداریم به این گرسنگی. قد کوچه میبره از صبح تا شام آدم طلبدگی نباشه شرم و حیا زیاد هست، نمیتونه دست برسونه. هیچ کسی نزدیک شده نمیتونه. شب تاریک بشه آخرین نفر نصیب و تقدیری خیر رو بشه سید مسافرها رو میارد در ایج میفرو رو حرکت کرده میشه که زنک ناعلاج شب که تاریک میشه میگه نمیشناسد، میگه برادری عزیز برای رضاگی خالقمون پروردگار یگانمون یگان چیاردم که 3 یتیمک دارم. به خدا فتن من طلبنده نیستم، کسبی من نیست. اگر من طلبنده میشد تا این شب منتظر تو نمیشدم، من طلبیدم میرفتم ولی خونه. شیطان وسوسه میکنه ای سید این ایراق پولی طلبنده نام خدا رو استفاده میبره بر تو دادن بگیری. کمتر صبر میکنه وقتی که به قلب نزدیک شد سخن از کیسه میبره پولی 4 بالون رو در دست این زنک میتیه. میگه ما ینگه ده حق وارد حرکت میکنه میبینی پولی کلان از قفاش به سرعت میره که دیگه نه ماشین بیاورد و نه راننده را. خانم خلاصه این با همسرش میبینن نگاه میکنن نه پول نه ماشین ای واسیده چرخوش، میگه این مرد کشو شد نه پول نه ایواز کردی ماشین چرخوشه. میگه زنک نوبت ده امو استاد گفتگی من نوبت میشید خیلی دعوت میکنه برام ایوازش میکنم چی بگه بشورا. 2 شب و روز میگذره سیم شو بیاد در خانم میدره که یا دعوت نامه رو میبره همسرش میتیه میگه مرد که همون استاد اومده بود. کدوم استاد؟ همون استادی گفت که نوبت فقط بعد صبح بوده، گفت که التماس همون عکای سعید رو بگین که صبح نماز خون اول شده به کارخانه من بیاد، اول من همون بالون و چرخهای ماشین ویر عوض کنم. این مرد که تو سحر دیگه خوابش نمیگیره، سحر میخواد بندود میخونه سبحانه نمیخوره دیگه از گلوش نمیگذاره. یا الله این چی معماست؟ من یکون کسی نگفته بودم که ماشین من عوض کنه. خیلی خلاصه می پیش استاد نزدیک میشه میگه ما همین دعوت نامه کارخانه شما، میگه بله. میخونه میگه سیدش خطی، میگه بله. به پرتای دعوت نامه رو سید آغوش میکنه به درجه به صدای بلند گریه میکنه. میگه ای برادر عزیز چی سیر است؟ من تو را نمیشناسم. میگه ای برادری خوب، ای اکای سید تو در حیات زندگی چی کاری خوب کردی؟ برای چی؟ میگه 3 شب و روز رسول خدا از خواب من بیرون میشه. 3 شب و روز است. میگه ای استاد من تو را 3 شب در خواب میدارم چرا دیر کرده سی؟ تعجله رو صبح دم سید بیار بالوناش عوض کن. زیرا اون پولی که برای چرخ جمع کرده بود واقعا به نفر داد که اونها محتاج بودن، یتیم داشتن. یعنی خیر و خوبی به یتیم کردی، او رو خنداندی، سیر کردی، دعای نیکی او را گرفتی، همه ابرها پاره میشود به قبولگاه پروردگار میرود. خداوند دعا کنیم که قلب‌های زنگاری ما را پروردگار را نرم و ملایم دیگر کند، اخلاق نیکی رسول الله رسول کند، محبت یکدیگر در قلب‌ها منجا، دشمن و عداوت و بدبینی را از قلب‌های ما